عینک رو چی شد؟ چی گرفت؟ سناریو بازپرس صحبت از اسماعیل زنگیان بفرمایید. سلام بچه‌ها، اسی بازی خیلی خوشحالم تو جمعتون دارم مافیا بازی میکنم. آقا سعد کارشناس فوتبال بهش گفتن که تحلیل فوتبال چیه؟ گفت خود زندگی. ما هم تحلیل از مافیا خود زندگی، یعنی کلا جدیش میکنیم. آقا ما شهروند و تارگت میدن و آقای امید عباسی، آقای احسان، آقای سید تو مافیا. نکست. سعید مطمئنم مافیا. سعید بهزادی مطمئنم مافیا. تارگتای برای خان بینه امین، احسان، آقای صادقی. نام خدا علی اردشیر بادی هستم. خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. علیوم بادی و مافیاش دارم. علیوم بادی خیلی بامزه. بچرخه بقیه صحبت بکنه در موردش صحبت. دوستان سلام، امید عباسی هستم. خوشحالم تو جمعتون دارم بازی میکنم. از همتون هم بازی یاد میگیرم. ببین گاهی وقتا واقعا لازم نی خودت تک مقابل یه شهر وایسی. شهر حرکتش میکنه به هر حال. یعنی با یه نفر وایسادن جهت شهر عوض نمیشه. گاهی وقتا یه خورده عقب بشینید داخل بازی تا این مسیر ادامه پیدا بکنه. از بین نفرات قبلی ما امین مافیا داریم. بچرخ. دوستان ما احسان خیلی خوشحالم همتون بازی میکنم. امیدوارم بازی خوبی و خارج از برد هر سایدی. قبل خودم چیز زیادی نگرفتم. همینطور به چه دلیل تارگت علی کرده؟ هیچ دیگه نداشتم. فقط دلیل اینکه تارگت علی کرده چه فکتی که براش نداشتید. اگه بو همین این چیز دیگه نگرفتم. اگه شما گرفتید بگید هم فکر بکنید. سلام دوستان، مهدی اسمم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. ما همینجا شروع میکنم. آیا احسان تو قبل خودت هیچی نگرفتی؟ باید بعد خودت حداقل دو تا سه تا تارگت میزنی که فردا بتونی حداقل در بیاری. بر تو ما امین مشکوک دارم. امین تو هیچی نداشتی کلا مشکوک دارم. بخند. امین مشکوک، خود علی تراگم هم مشکوک دارم. علی تراگم من تو کلا تارگتات باعث فرق می‌کنه. تو یه دونه سعید بهزادی قطعی مافیا داشتی گفتی میفهمم مافیا، یه دونه احسان فقط باهاش مشترک دیده. دت هیچ به در مورد اسی نگفتی. قبل ما مافیا زیاده، بعد خودم خیلی مافیا دارم. نکس. سلام دوستان، بسیار خوشحالم در جمعتون بازی میکنم. از مرحوم صدر گفتی. صدر میگه فوتبال عین زندگی است، برد و باختش مهم نیست، مهم این هست که ما دور هم جمع میشیم و لذت میبریم. آقای امین مگه میشه اینقدر فیک بازی رو شروع بکنید؟ من شما رو مافیا دارم، مهمترین مافیام آقای چیز هست، یعنی فردا نمیذارم جنب بخورید. چرا؟ جناب عالی فهمیدی که بین 4 تا مافیایی وجود نداره، یا کم یا نفهمیدی یا هر چیزی دیگه. چرا فکت میاری؟ چرا فکت چیه؟ علت فکت اصلا نباید میرفتی به همین گیر میدادی. میگی بسم الله الرحمن الرحیم بین 4 تا مافیایی ندارم. نکس. صادقی مافیاست، مهدی قائدی مافیاست، صادق عزت پناه. پس فردا اینجا ساید درست هست تا تارگت میکنید. تارگت میکنید سیت شماره 5 میره بیرون، به ساید خودم هم میره بیرون، نه به ساید کسی دیگه. نکس. آقا سلام، خیلی چخلیسیم. سعیدم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. شماره 8. من رو کارت خودم بازی میکنم. رو کارت خودم آقای علی تراگمی مستقیم تو چشم نگاه کرد. تک تارگت سعید مافیا. یک. خود امینی که باز تک تارگت رفتم او آدم شماره 2 رو زده مافیا دارم و احسانی که فقط کسی که یه تک تارگت زده. یعنی اینجوری رو کارت خودم به نظرم آقای احسان، آقای امین و آقای علی تراگمی میتونم به قطعی شهروند، یعنی تا صحبت کردی تمام مسیر ذهنی با آقای مهدی یکی بود. به نظرم بین 5 یعنی از مهدی تا این نهایت شاید یه دونه مافیا قبل از خودم 2 تا نکس. به نام خدای آزادی زیاد گپ فوتبال نزنیم. محمود فکری حرفای زاده که فعلا نماز در مورد فوتبال صحبت بکنیم. مادر ترزا یه حرف قشنگی داره. راهبه هندی میگه که همیشه هر رابطه هر کاری رو با لبخند شروع کنی، چون لبخند آغازگر هر عشقه. علی تراگمی مستقیم تک تارگت تو نظر تارگت دیگه هم داشت. نگاه ما یه مافیا دارم آقای صالح صادقی. ساید ما صالح صادقی. آقای صالح صادقی احسان زاده آقای امیر، آقای امید عباسی هم بی‌دلیل زاده امیر. چطوری احسان رو دیدی امیر رو ندیدی؟ تو قطعا مافیا بازی اینجا هستی. سعید هم به نظر مافیا، یعنی اونجا رو خلوت و شل دارم. امید بی؟ آره احسان هم چی؟ امید، آقای صالح صادقی، سعید. ما هم شهروند باشیم.
یه چی فکت غیر بازی هم بهتون بگم. اولین باره که هم دست یک شهروند بوده هم دست دو شهروند بوده. این هم یه چیز خوب در مورد شهروند. درود دوستان، من صادق هستم، فارسی صحبت میکنم، بچه ایرانم. از عوامل پشتانه خواهش میکنم آقای سعید شطرنجی کنید، صحبتاش اصلا مناسب جمع و ویدیو نبود، شطرنج بود. آقای سعید به نظر مافیا، نه تو دو بازی پشتانه شهروند نشدی، دو بازی مافیا شده. اصلا او احسان خودش، اصلا ما احسان مافیا دارم، همین هم مافیا دارم. چه دلیل داره تو بیاد رو کارت شهروندی احسان بپری بیای رو تارگت آیه ساله بری؟ نه تو که مافیا، تو همون یه نفر مافیا. خودم از مهدی تا اینجا کاور میکنم، احساس میکنم همه شهروند به جز سید. آیه احسان، آیه امین به نظرم امین باز ما اکتی خیلی مافیاش ندارم، میگم چون معارفه ها رد کرد، فردا بوی در میاد. امین هم میذارم فردا صحبت کنه. امید مثلا ما حسی شهروند دارم ولی همش دارم نده کنم یه طور تو فکری، میفهمی؟ فردا بودی فردا در میاد. ببین فردا خوش میاد. مرسی دوستان. چند آقای سید و آقای صادق امروز بهتون بگم بشینید با هم ساید نگیرید. یه لحظه وایسید، یه لحظه صادق عزت بنا نمیتونست تو تارگت کنه. اگه تو خواست تارگت کنه با من اینجا احسانیان تعلیم می‌کرد. درسته؟ احسان رو تعلیم نکرد. اومد امید تعلیم کرد، با امید تعلیم کرد. درسته؟ درست فرق درست. حالا یه چیز دیگه. آقای مهدی قائدی تو خود کار کشیش مثلا شهروند سید بهزادی اومد دقیقاً کو پیسه حرف تو قصد کردی شهروند. میوره بنده شهروند تو راحت با تو اینطوری روانه. پس ما سید هم مشکوک دارم. ما سید کاور میکنم، صادق زدن رو مشکوک دارم. اون کی کاور میکنه؟ آقای صادق امروز کاورت میکنه. نه بشینید توتون مافیا در نیاد. تو آقای صادق، تو آقای سید، تو آقای احسان و این دو نفر مافیا. تمام بده. دک اینجا آقای صادق. شما دوتا. توی دوتا آقای صادق و آقای سید و آقای احسان و آقای این دوتا. تو یه دک مافیا نشسته. بقیه تو حس میکنم شهروندی. تموم شده. تو که ما چرا نشدی؟ تو که مردم ما بازی چی نفهمیدن چی که ما فهمیدم من میگم شاید اشتباه. صادق تارگت زد به سید، بعد تارگت زد به احسان. این چیه که ما شنیدم، حالا ما شنیدم. حالا خواهد در مورد سید صحبت بکنم. سید مصاب تارگت زد به این دو نفر که برای چه امید عباسی ندیدن. امید عباسی گفته امین مشکوک داره نکس. آقای احسان برای چه تارگت خورده؟ احسان داره گفته ما چهارت قبلی خیلی مافیا ندارم. اگر بو امین نکس وقتی یه نفر دیالوگ میکنه چهارت قبلی خیلی مافیا ندارم نکس باید دو تا تارگت بزنی که فردا بفهمن چه خبره. این رد کرده روز معارفه. تو اومده به همین فاکتوری دو تا تارگت کرده. وقتی که امید ندیدم سید ما خیلی مشکوکه کاورش کنیم اون نمیفهمه حقیقتا. ما چی درک نکردیم. آیا سوال صادق اصلا این سایده که اکسپت میشه و قطعی یه نفر خروجی میده بین من و سید قطعا مافیاست. ایسی هم قطعی یارشه. آقای ایسی شما چجوری میتونید منو کاور کنید؟ اینجا کل روند بازیش فهمیده تک مافیا منم. حالا تحلیل میکنین این سیت شماره 6
چیه آقای مهدی قائدی، درسته؟ آقای مهدی قائدی دقیقاً این حرفایی که من زدم آقای مهدی قائدی زده. مهدی قائدی تارگت نکرده، سید اومده سلکتی اینجا انتخاب کرده، بعد گفته آقا من میخوام سایدمو با صالح صادقی بگیرم. گفته خب حالا زشته که فقط صالح صادقی، بهزادی هم مافیاست. مگه میشه شما اینجوری بازی کنید؟ ذهن یک شهروند نمیتونه اینقدر به سرعت دلیل‌های مختلف. آقا شما باید اینجا یک دلیلی داشته باشید که ایشون شهرونده. چه دلیل شهروندی؟ پس چین همینجا یک تارگت میخوره صادق، یک تارگت آقای ایسی، یک تارگت چیز نکس. صحبت کنم یه چیزی نمیفهم. آشتی آقای صادقی و سید نمیفهمم. تارگتی که از صادق زدی با فکت اشتباه نمیفهمم. تارگتی که اموزدی چون تارگت های خودم هم زده نمیفهمم. تو آقای امین تارگت کرده، آقای احسان تارگت کرده، آقای سعید تارگت کرده، ستاشون تارگت دادن. چه تارگت کرده؟ نه تو که خیلی مشکوکی. امین میتونست ران کننده بایی بود. امین ران کننده بایی بود. یه نفر سوم یه بار ران میکرده بود. بشه ران نکنی فقط تارگت بگذرونی. نه امین که نظر مافیان، آیه اسی نظر ما مافیان، آخریش میتونم بین احسان سید. یعنی با سید هم رای میاد. سید احسان صحبت. اما من لحظه صحبت میکنم. نمیتونی بین مهدی قائدی و آقای صادقی و سعید بهزادی تارگت نهید. مهدی قائدی تو روز معارفه چه فهمیده که ما مافیان. امین مافیا، علی تراکمه مافیان، درسته؟ امین تارگت علی تراکمه زن، ما رفتن تارگت امین زن. چطور میتونسته مثلا تو هم چین کنی؟ آقای صادقی رسید ترنش گفته که آقای امین تو خیلی فیک گذروندی ترنش. ترنش فیک گذرونده، ما رفتن تارگتش کردن. دیگه نباید ما تارگت کنی. سعید بهزادی اومد مهدی قائدی با کیر شهروند همون روز معارفه اومد یکی با کیر شهروند مثل تارگت مهدی قائدی زد. گفت احسان امین علی تراکمه اصلا نمیتونسته تو روز معارفه سه نفر با هم چین کنی. وقتی سه نفر با هم دیگه چین میکنی یعنی بعدی خود همه با هم دیگه شهروند داری. چه دلیل چالش سر صبح بگیری بیر بعد خود تحلیل کنی؟ وقتی قبلی خود یعنی صحبت نکنن علی تراکمه امین ما همین صحبت نکردیم، سه نفر گردن گرفته، سر صبح چالش گرفته، بعد خود تحلیل میکنیم. با اجازه اینجا صحبت کنیم. اینجا قطعی مافیان. و به نظرم داخل شهر استانداردترین دیالوگو مهدی قائدی کرده و فکر میکنم شهروند از آقای صالح صادقی هم وای مثبت میگه. آقای سعید بهزادی یک نفر شما گردن گرفته، شما اونجا تو ذهنتون ایشون مافیا داشته اید، مو مافیا شما دیدم چطوری ایشون مافیا، ما هم مافیا، کسی که مو مافیا داره هم مافیا. آقای سعید بهزادی به نظر ما میتونه مافیا با صالح صادقی بهش نپرداختی. ما از شما وای مثبت میگم، فکر میکنم سعید اونجا داره شیطنت مایی در میاره. چرا آقا تو قبول داری مهدی قائدی گفته بعد ما مافیا نیست، تو یه حرفش قبول داری، پس چرا میری سمت صالح؟ اگه یه حرفش قبول داری پس چرا میری سمت آقای صالح؟ ما دو تا فعلا میخوان شهر کنم و هاشون هم باید میکنم. ما شهروند نه یا سمت امید. چالش برای صادق بعد صحبت کنم. شما از مهدی قائدی وای به شهروندی میگیری، درست همین؟ تارگت مهدی قائدی الان احسان حسه یا نیسته؟ شما یک تارگت نسته. نه دیگه خودی حواسم نمیده، ما با همین تو حواست نمیده، یعنی اصلا بر غیر قابل تصوره که به اون بگوی ما حواسم نمیده، بعد اون طرف ته صحبت یه سعید بگوی مافیا. خب سعید هم که تارگت های آقای احسان میده دیگه، یکی تارگت های آقای احسان. ما داخل این بازی سید اصلا برام نمیگنجه چند سید سیت 9 صحبت. احسان اصلا من نفهمیدم چرا. احسان الان تو یک دونه تارگتات بگو دوباره بین این سه تا. خب امین خواهد دو تاش حس شهروندی گرفته، تو الان باید یه تارگتت امین بود دیگه. خب الان دارم سوال ازت میپرسم، خب نمیتونی تو جواب بدی که بین این دو نفر کنار ما مشکوکه به نظر ما سعید. یه لحظه چالش تو اینجوری که به احسان میگی با امین میری، امین با تارگت احسان میگه ها. تو امین تو با تارگت احسان میگیری، بین سه نفر احسان ما کل تحلیلش گذاشته بین این سه تا، تو دو تا شهروند داری تارگت سعید میکنی که البته فکر میکنم فکر تامر سعید یعنی درسته. آیه اسی تو اصلا روز معارفه نشنیدیم چه گفتن. ما گفتن آیه سعید موسی موافق رفته رو کارت احسان تارگت زده، نگفتن کارت احسان شهروند. بعد گفتن احسان تارگت مونسه، آیه امین است. تو چطوری تو به تارگت میکنی با فکتش تا امین تو باید تارگت اسی میکرده یا نداریش؟ دیالوگی که میگویی ما نشنیدیم خیلی تو ذهن ما، یعنی اوسیری هم هی دو سر ما در آوردیم اوسیری هم حالا بچرخه آخر احسان
آقا چرا سال صادقی تارگت نمیخوره؟ مگه میشه هم چیزی؟ ما روز قبل تو سیزن 9 بلند شدم با سایت گرفتم الان یک نفر بهش نمیگه مافیا. آقای صادق داد خیلی شزنی شما. ما اومدم رسیدم به شهروندی کسی که تو بهش گفته شهروند دیگه. روز قبل آقای امین ما گفتم از رو کارت شهروندی امین اومدم تارگت کردم. تو خودت اومدی صحبت کردی گفته ما از امین اکت شهروندی میگیرم. چطوری به ما تارگت میزنی؟ چرا؟ گفته ما امین اکت شهروندی میگیرم موضوعش میذاره برای فردا. حس شهروندی میگیرم. عینا همین دیالوگ داخل همون فیلم ضبط شده و بعدا میتونی بری ببینی. خب آقای صادق عزت‌پناه آقای صالح با هم دیگه مافیا. صالح چی میکنه؟ اونجا یک شهروند به شهروندی ما رسیده. داخل ذهنش چنه؟ میگه ها رسیده به شهروندی ما بیان جفتشون با هم دیگه بذارن مافیا. آقای صالح صادق قطعا مافیا بازیه. احسان اومد اونجا تارگت کرده، امیدم اومد تارگت کرده. الان امید تارگت نمیخوره، احسان تارگت میخوره. جفتش اومده امین تارگت کرده. امین ما دغدغه از میگیره. اینجا احسان شهروند بین امید و امین حداقل یک مافیا. صادق و صالح مافیا. اما من صحبت میکنم. میگم حتی اگه موافق کنه دیالوگش دیالوگ درستیه. داره میگه آقا آیه کی امید عباسی روز معرفه تارگت زد امین حیاتی گفته نکس. ما تارگت زدن امین گفتن نکس درسته به شما تارگت میخورم آیه امید تارگت نمیخوره. حتی اگه موافق کنه دیالوگش درسته. این دیالوگش درسته. حالا ما کاری ندارم. علی تراکمی روز معرفه گفته این سه بزای گردن میگیرم درسته؟ خب امروز تارگت کی بیه؟ امروز تارگت بین ما و سید موسی بیه، اسی زنگنه بیه. بچه فعل سید بهزادی پس بین این سه نفر محیط حل درست داشتون. سید بهزادی و الدراگی میتونه با دیگه مافیا ببینه. حالا امید عباسی تو باید بری گیره امین بگی که بهش تارگت احسان نکره. نمیگیره اون رو تارگت تو بکن. آقا من نمیفهم اینجا مافیا علی تراکمی و سید بهزادی هم سید بهزادی بعد ما صحبت گفت تو چنل گوش بده الان سری ما دیباگ بکنم. آی سید موسی از آی امین دنده عقب کشیده. امین دو تا شهروند داره با آی صادقی تو ساید مستقیم گرفته با آی صادقی ای بره تو. این تو قابل علی تراکبر رو صحبته که گفتی سید موسی بهترین مسیر داره میره لایک داد تو الان رفته خود علی تراکبر با سید بهزادی چنگ گرفته تو یاره احسان که خیلی مشکه این سید موسی خیلی مشکه تو نگفتی امین حیاتی دنده عقب بگیری ساید بره با آی خب من از ساید گرفته با صادقی درسته یا نه؟ تو لایک بدم و تو ساید خب امین صادقی شهروند قطعی داره نه؟ تو چطوری ابو دغدغه گرفته شهروندش مافیا داری؟ این تو ذهن ما نمیگنجه. بین این علی تراکمی مشکوکه نه. علی تراکمی الان فهمید سید بهزادی ما شهروند چه سید موسی شهرونده. کامل دیالوگاش فول میده. تو چطوری فهمیدی این شهرونده؟ کامل دیالوگاش نمیتونه با امین حیاتی دیالوگ بکنه وقتی ساید مستقیمش آی صادقیه. این صحبت داره گفته صحبتای ما درست شهروند داره. آی صادقی قطعی شهروند داره. سید موسی رفت این کردن گرفته. چطوری فهمیدی سید موسی شهرونده؟ علی تراکمی هم مشکوکه بریم. آقا سید هم مشکوک چالش داشتن. یک تا 5 تارگت که روز معرفه کنه دو تا مافیا داره اونجا هیچ کدوم میتونن چالش بمون نده دغدغه از برایم داشته باشه. حالا آقای امین حیاتی بیس مافیاش گذاشته رو شماره 8. خب بلافاصله گفته چه آقای مهدی قائدی کس شهروندی بیرون کی زودترین شهروند آقای قائدی رسیده ما یک بعد به آقای سید موسی گیر داده گفته صحبتات خیلی خوشونه آقای سید موسی بیس مافیاشون کی بیده بلافاصله الان کل بازی پس رفته کسی که ما شهروند کردن گفته شهروند زودتر از تو فهمیدم این آقا هم به ما گیر داده گفته این هم میتونه مشکوک بود پس تو که کلا سراسر باگی آقای اسی مافیای ما کی بیده آقای احسان، آقای امین، آقای علی تراکمی سر صحبت پاویده مو تارگت کرده گفته آقای احسان، آقای امین، آقای علی تراکمی و یه صادق عزت‌پناه مافیا بودی. پس تو هم سراسر باگی ولی بیس مافیا آقای امین یاتی مستقیما باش سایت نگیرم. آقای ایسی بعد از من آقا یه لحظه وایسا هم به علی تراکمی میخوام بگم آقای علی تراکمی نکن هیچ کم تا منم گفتم آقای سید تو مافیا صادق مافیا آقای امید مافیا بین احسان و آقای امین یه مافیا درسته تو اینجا درسته این پاوی تارگت مو فقط کرده امین تارگت مو نکرده احسان تارگت مو نکرده آقای سید فقط تو الان تارگت مو کرده حالا یه چی یه فکت شهروندی که برای سید داشتم ای بی که یه مافیا نمیتونه بیا روند با یه دفعه برعکس بود تو کارت مافیا راحت خاموش سویدو میاد ولی امروز به سطح پله آقای صالح صادقی و آقای سید احترام میذارم مشکلی ندارم آقا ولی تو یک به یک با مافیا بود قبول داری آقا تو آقای سید بذار تو با همین با یه مافیا آقای کی آقای سید و آقای کی با مافیا بود مگه میشه کل روندایی داره هم میگو آقا بابو بین امید آقای احسان با مافیا بود مگه میشه با این فهمیدی تو چی ما سایده وای کردم ما امروز خاص سایده گفتم به سطح آقای صادقی احترام میذارم ساید آقای صالح صادقی و آقای سید
موسی کی باز میکنه؟ اکسپت هست به هر دوتا هم رأی میدید، با دل راحت هم رأی میدید. آقای سید معتقد هست که این آقای ایسی شهرونده. آقای ایسی سر صحبت بلند شده کاور من کرده، از نفر دوم چالش گرفتم زدم تو دهنش، گفتم نمیخوام کاورم کنم. حالا این آقای چیز رو تحلیل بکنید، این دوستمون رو مگر نمیتونید تحلیل بکنید؟ آقا شما از این نفر سوم چالش گرفته بودین، من از نفر دوم چالش گرفته بودم، معتقد بودی بین این سه تا مافیاست تا اینجا که اکسپت هست، درسته؟ بعد نوبت خودت رسیده این دوتا رو اسکیپ کردی، رفتی اینجا رو دوباره تارگت کردی. مگه ما حرفی زده بودیم؟ اصلا ما تو جریان بازی نیومدیم. این سید رو میتونید تحلیل بکنید. معتقد نگاه سلکتی معتقد هست که اون آقا شهروند بازی است، این آقا من شهروند بازی است. من بلند شدم دیروز چیز کردم، بعد در مورد فکتی که گفتی میخوام فکتت هم بیارم. گفتی آقا دیروز شما نمیتونستید منو تارگت کنید چون من ایشون رو تارگت کردم. من اصلا اون فکت تارگتت نکردم. گفتم جناب عالی قبل از اینکه شروع کنید گفتی من از چارتای قبلی هیچی نفهمیدم. چون شما هیچی نفهمیدید اصلا تحلیل نباید میکردید، باید میومدی بعد از خود تارگت میکردید. مگر فکت من کجاش اشتباه بوده؟ آقا این فکتای چیزو بذارید کنار. مگه میشه شما تو این سطح نشستید میگید جریان بازی رو قطع کردید، جریان بازی فهمیده بینشون مافیاست، فهمیده بینشون مافیاست. امروز آقای سید میخوای منو مافیا بخونی؟ اول اون بزن تو گوش ایسی، بعد این آقای تراکمه، بعد ایشون. اینم به من نگفت. یعنی همین که تو بلند شدی به خاطرش منو تارگت کردی اینم به من نگفتی. این مهدی قائدی هم داره دیسلایک میده، اینم میگه جفتشون شهرونده. من با صادقم که یار هستم. پس امروز روند بازی رو نمیکشید. آقا امروز رأی میدید اینجا مافیا میخونه، فردا سر بازپرسی من هستم. نکس گویان هم بکنید بیرون ها، یعنی اصلا دلتون نلرزه. نکس ما صحبت بکنم. حقیقتا آقای صادقی کل فکتاش درسته، یعنی کارت های صادقی از یک تا خودم با سعید سر داده شد، ولی سعید موسی هنوز قبول نمیکنه. دارم میگم فکر نگم، ما حقیقتا نگم اگه شهروندی که باخته اصلا برای امنیت هم نداره. تو یه امینی شهروند داری، امین ما دوتا شهروند داری، تو رابطه ساید گرفته با کسی که امین شهروند داره. حالا احسان ظاهری با امروز تارگت میخورده، ما سه تا مشکوک داشته، ما سه تا با فشار میداده، اینجا این بچه تارگت نمیخوره. کی تارگت ای کرده؟ استی تارگت نکرده، التراکم تارگت نکرده، یه دونه امین تارگت زده، یه دونه امید. ما تارگت اینجا رد شده، آی صادق تارگت زده اینجا، بعد داره فکتاش میاره بره اینجا. این احسان امروز خیلی مشکوکه. چالش تو باید تو ما شهروندی رو 30 تا چالش میگیره تو یکی تارگت میکنه، تو نشسته باید نشسته کنار داری نمیکنی، خود شخصا سوید به تو برداشتن. تو کارت ما دوتا در اصل احساس سر داده با ما دوتا تارگت نکردم، مستقیم تارگت از سعید بهزادی دور ما دوتا که نیه. فقط یه دیالوگ آخر با سعید موسی میکنم، اگر کارت کشیده شهروند اینجا بیخیال این دیگه تارگت زده اینجا رای میکشون زیاد بید. نه الان ما میخوام یه فکت شهروندی آقای سید بیارم، میخواستم بذارم تو ترن خودم صحبت بکنم. آقای سید ما قبل از آقای سید گفتم 1 تا 5 2 تا مافیا، نهایت اینجا باشه یه دونه، درسته؟ حالا کارت مافیایی کشیده، راحت ترین کار برای آقای سید چیه که بره تو 1 تا 5 تحلیل کنه، همونجا فشار بذاره. برای چه با بیاد مافیاش خارج از اونجا انتخاب کنه؟ یعنی 3 تا مافیای جدید داد. این هم خودش یه فکته که هم جریان بازی عوض کرد، یعنی هم فکت دولبند دیگه، هم میتونه شهروندیش بود هم مافیا. ولی امروز ما اینجا نمیذارم تکون بخوره، یعنی جفت شهرونده، باید فشار بازی رو احسان و آقای امین باشه. آقای احسان تارگت امین نکردی شما، ولی امین داره شما لایک میده. امین داره شما لایک میده. آقای اسی تو میگی کسایی که تارگت کرده تارگتت نکردن، خب قطعا یارات احتمالاً تارگت کرده، من حد میزنم دیگه. برای چی نباید کسی که شرم به کارتش توهین کرده به تو تارگت بکنه؟ نه اینجوریه. آقا نگاه کن مافیای ما آقای احسان هسته، آقای امین، آقای اسی مشکوکا میان، شما آقا سید ساید نگیر، ما کارتون گذاشتن جلو، تو شهروندی، تو هم شهروندی، تمام. احسان بعد ما صحبت بکنم. آقا ما شهروند بازی ها از نظر ما شهروند ساله صادقی مافیا میخوایم ما بیرون عیب نداره، ما میرون بیرون وصیت میکنیم ساله صادقی یک. آقای ایسه چی میکنه؟ ایسه تو اول رسید به شهروندی مصالح اومد با ما بیرون لایک دادی. آقای مهدی قائدی داخل در و دیوار کجایی؟ ما به آقای امین گفتم شهروند بازی، با این آقا سایت گرفتم، امین بهش گفتم ما شهروندی دارم، گفتم امین از دندقه میگیرم، دندقه شهروندی میگیرم. گفتم ما دیگه شهروند قبولت ندارم. این کجاش اشتباه بازیه؟
آقا ما با این آدم سود گرفتم آقای امین به گفته ما حس شهروندی میگیرم ما امین گفته حس شهروندی میگیری کسی ما سود گرفتم ما دیگه شهروند قبولت ندارم یه درست اندازه شهروند تو نمیتونی ایرادمو بگیری این دو سه آقای امید عباسی با آقای احسان دیروز داشتن در مورد کارت مجهول آقای امین داشتن تارگت بهش میزدن امروز تماما فشار رو احسان امید عباسی تارگت نمیخوره چرا شهروند نمیخوام چیزی بفهمه ما شهروند خیلی چیز راحتیه نیا ولی ما باز به سعید و صادق احترام میذاریم اینجا پیگیری نمیکنم ولی در ادامه بازی به صحبتمون میرسیم چطوری دیگه باهاتون بازی بکنیم من صحبت میکنم خب می امروز کی تارگت احسان کرده درسته بود کی تارگتمون نکرده بجا سیموسری کی تارگتمون نکرده کی دیگه تارگتمون نکرده چه فقط سیموسان خب اینجا همه تارگتمون کردن یه نفر همون تو تارگتمون کرده چه فقط سیموسان آقا این سعید بیضایی تو الان دیگه نمیتونی برسی تحلیل کنی چون اسی سرسو گفته سعید موسی و صالح صادقی با هم دیگه شهرونده جنگتون میخوسونه الان تو اینجا با هم دیگه شهروند داری میرسی تارگت میکنی آقا تو گفته ای مو امین اسی زنگنه درسته ما رفتن داخل تهران تارگت امین کردم اسی جنگ این دو تا شهروند با هم صلح سرسو الان اینجا با هم دیگه شهروند داری رفته اسی تحلیل میکنی آقا چه کار داری تارگت مو کردی؟ خب من تارگت مو کردم. خب برای چه اینو میکنی من تارگت مو کردم. برای چه اینو میکنی؟ من اینجا تارگت کردم. برای چه اینو میکنی؟ آقا سعید بیضایی مشکوکه. من نمیفهمم. من زیر فشار همه تارگت مو کردم. فقط یه سیموسی تارگت من نمیفهمم. نمیتونی اعتماد بکنی. داری کار دنبال میکنی. مافیا شهران چنین. مشکل نداره. بکشید من وصیت میکنم توش. آقا امید بعد. نه امید اون داره. تو امید سوال تگیره که امین چه داری گفتی امین بعد ما صحبت کردیم الان هم ترن خودت هم چالش گرفتی امین صحبت نکردی دربارش الان هم گفتی نمیفهمم نه تارگتش نکردی آیه سعید موسی تو داری هی پافشاری میکنی که سال مافیا خب اگه سال مافیا برو بگو اسی یارش دیگه بگو اسی یارش که سرسو با یه جنگ شما تو سوال جون یارش اینجا بیاد برای چه تارگت اسی نکنی داری کاورش میکنی آقا نه ما هی سعید موسی مشکوک دارم احسان مشکوک دارم همین نیفهم حسو میگو شهرونده نیفهم همینه علی ترامان که چالش گیرش نو یا الان آیه سعید بیضایی ما فقط دارم با تو صحبت میکنم آیه سعید موسی نمیخواد بپذیرش یعنی تو تا روز 8 بازی هم باشه روز 8 بازی میگو از نظر ما صالح صادقی مافیا تو صالح صادقی مافیا داری درسته مهدی قائدی بلند تمام فکتای صالح صادقی درسته تو یه تارگتی به مهدی قائدی نمیزنی این موقع کاری نداری ای تو که نیبود تو اینجا ما دو نفر به فکت روز معارفه ما بعد روز معارفه روز یک میده ما بلند دویدم صحبت کردم فکتای آقای احسان ظاهری آوردم تو اونجا نشسته میگوی احسان زیر فشار تارگت امید عباسی تارگت نمیخوره ما کارت شهروندی به بر میخوره ای تو داری بهم توهین میکنی ما ساید میگیرم با تو اصلا کاری با آقای صادقی ندارم خودم به شخصه با تو ساید میگیرم آقا اینجا قطعی یک مافیا اینجایی که نشستن هم فهمید آقای امین و آقای احسان قطعی بینشون یک مافیا نمیفهمم ترس داره با هم تارگت بزنه امین که بلند دویده گفته این مافیا هم دیگه درسته یه لایک میدی دیگه چالش مرسی دوستان 10 تا با 4 تا میاد بالا اول از اسماعیل زنگینه شروع میکنیم رای دفاعی اسماعیل زنگینه 1 2 3 نمیاد علی تراکمر امین آیتی امید عباسی احسان ظاهری 1 2 3 4 5 میاد مهدی قائدی آقای صالح صادقی 1 2 3 4 میاد آقای سعید بیضایی دوره نمیاد آقای سید موسی سری نمیاد آقای سایه زدبنا نه میخوام به سید بدم سید آقای احسان آقای صادقی دادم به سید آقا یه لحظه گوش کنید امید کل پافشارش اینه که اون داره میگه امین چالش میگه که یه حرفی بدون یه چی داشته می‌خواسته مو با احسان باکس نه هیچ کره احسان مو امروز دستو انداختن هر سره یا ول مهدی یه لحظه گوش کن ما چالش شد دادم احسان دیروز ما 4 تا مشکوک داشته پس استاندارد بی که برخوش تحلیل کن برخوش چه گفته 3 نفر برامون مشکوکه شما 2 تا مشکوکه رسید ترن خود شما هیچ صحبتی نکرده گفتی سید بری مشکوک این فکتی داره ولی ما رشته ندارم 5 تا یا ما شهرام
خب مافیا تو کارت خود دیده تو بچه بیان شهروند تو کنه وسط مو بچه بیان تو تارگت بگه بچه بیان شهروند مو سال سالی حقیقتا فکتاش کلا شهروندی بی آقا سید چطور میتونه به سمت سال سالی وقت فکتا شهروندی با رید اصلا دو تا بیارم بالا همین رید هر رید سید سه تا رید نشسته 4 تا رید سال سالی به هیچ عنوان نوارش میدیم ما جفت رید سید فکتا درسته ولی حس مافیا میگیره آقا وقت فکت درسته چطوری میتونی بری سمتش سید داره همچنان میاد سال سازی سید هم نمیکنه نه من ساله رو شهر دارم دنده عقب میگیرم آقای امین حیاتی تو کامل رسیده به شهروندی ساله کامل رسید مافیای ما بر چرا این سال صادقی میدی آقا اسی زنگنه تو تمام صحبتی میگفته ما صادق باید ما سالم هم آشتی بکنیم چه نتیجه چه چیزی ذهنت اومد که این سال صادقی دادی آقای صادق عزت پناه چرا چالش دادی به امید عباسی به عنوان نفر آخر که مو بکوبه آقای صادق عزت پناه آقای امین حیاتی دنده عقب میگیرم شهروندم دنده عقب میگیرم به همین راحتی صادق عزت پناه مافیا امین حیاتی مافیا چرا چالش دادی امید عباسی که ممکن داخل سایت داخل صحبتمون صحبت نکن سالا با خودم بهش رای ندادم 4 تا رای آورد ساله دیگه بار سایت نمیگیره الان سالری شهروند داری؟ شهروندش داری؟ خب اسی من سرسو گفته شما جو من شهروندی باید اسی هم بره شهروندش درسته؟ هم بره شهروند سید اسی بشه رای سید میدی معتقدی خود شهرونده این هم شهرونده اسی هم باید شهروند بودی که سرسو پای جنگتون سوال داره خب چه کسی که داره اینجا تارگت اسی میکنه تارگت اینجا میکنه رای نمیدی اما نمیفهمم یار شما همه تو روز معارفه معتقد بید یال سه بکن درسته یال فقط یه نفر رای مونده هم امید عباسی رای مونده کل رای مو این طرف بید ها باید برسی شهروندی مو دیگه باید برسی بین خودتون مافیا مشکل داره تو چه این بریم ما برم خودم میرم در یه چه اینو بیارید بریم نمیفهمم رای بیتم یا ما بریم برام بهتره وصیت میکنم آقای اسی حقیقتا شما رو مافیا داشتم به دلیل اینکه اومدید این جنگ رو صلح دادید چون من بین خودم و سید مافیا داشتم این آقای مهدی قائدی دست من رو گرفت نذاش رأی بدم این از این فقط خواستم بدونی که دلیل رأی ندادنم به خاطر گرفتن دستم بود یعنی میتونی رأی 2 بکشی با خیال راحت اگر شما شهروندید من کارتم شهروندی است پس ایسی قطعی باید شهروند باشه ایسی با نقش مافیا خودکشی کرده که اومده 2 تا شهروند رو آشتی داد خب آقای امین من به نفعته که بکشی زیرم یعنی قشنگ بکش زیرم غیر ممکنه که فردا بذارم نفس بکشی تو کل جریانهای بازی رو کشتی تا آقا قطعی شهروندم اینجا شما فقط باید رأی به سید میداری نه بین دوتا پس دوتامون شهروندیم که تو مافیا فهمیدی این آقای امین رو مطمئنم مافیاست اینجا هم رأی بدید سایت باز بکنید قطعی مافیاست مطمئنم مافیایی نکست مرسی رد خوشحال خروج پیدا میکنه اول آقای احسان زاری ره خروج احسان 1 2 3 4 ره خروج آقای صادقی وصیت میکنم وصیت ما امید عباسی امیدی قائدی نفر بیاد داخل بازپرسی نه آقا این رای داره این بسیار کشی نه اگه تو رای داره که علی تراکم مافیا با یکی دوتاش بیاد داخل بازپرسی چون تو داشتی تارگت اسی میکنه بین دوتا چی نداشتی برای رو معرفت فقط سید بهزادی میگه فردا پلیس گفتی سید بهزادی شهرونده دیگه تارگتش نکره علی تراکم با یکی دوتا بیاد داخل بازپرسی در ممکن نمیاد هر کی میگه Merci.
پاسپورتی داریم آقا. آقای صادق عزتمنا، آقای امین حیاتی. 30 ثانیه اول آقای صادق عزتمنا بفرما. صحبت بکنم. ما الان پاسپورت سیموسا. پاسپورت سیموسا. اون شهروند. دیگه که مونه داره. تو مافیا ما شهروند. رای زیر مونه کشید. دیگه کی رای دادن سیموسا؟ کی احسان؟ یک دو سه خود رای دادن. 4 تا احترام رای داد. احترام رای داد کشید. تن اول صحبت کن. ما صحبت بکنم بازپرس که سیموسا قطعا لغو نمی‌کنی. قطعا لغو نمی‌کنی صادق می‌نویسم امضا می‌کنم مافیا. آقای صادقیان یارش. خیلی راحته دیگه آقای صادق. تا دیروز گفته رای بکشید اینجا. آقای سید میتونی برگردی. ما اینجا شهروند آقا ما درد داریم. ما رول مافیا درسته؟ ما درد داریم اینجا کاور کنم. با مافیا شن کردن. فکتش هم آوردن. آقای مهدی قائدی ما چالش رسیدیم به تو ما گفتی نه بده تا این یارت شو. اینا چالش اینجا بنداره. ما شهروندم تو شهروندی کارت شهروندی کردن نه یای کارت نه یای کارت امروز صادق عزت کنه به ساید ما میره بیرون آی صالح صادقی ما رفتون در خون شهروند ول صادق مافیا میکنه فقط وصیت میذارم شما ای میخوای باید خراب بکنی صالح اونجا صالح قطعی مافیا شهروندی برد در صالح وصیت کن ما شهروندم نه یه حرفا تو ترمو صحبت نکن تو اگه مهدی شهروند کرده سید شهروند کرده صالح شهروند کرده قبل تو شهروند کرد گفتم اگه شهروند تارگت خود دارم تارگت سیموسا داشتم خود تارگت سیموسا داشتم الان میگم سیموسا بازپرس سیموسا قطعی بازپرسه آقا امروز رأیمون نید ما شهروندم امین قطعی مافیا هر روز یک فکت داشته این ترم با فکت برامون بیاری فکت مافیا برامون بیاری اوکیه که تو همچنان دل یه دست بیاری 1 2 3 4 همچنان خود رأی آقای صالح خواهشاً دیسلایک نه 4 نفر رأی دادن دیروز شهرهای رفته همچنان خوش مافیا نداری آقای صالح همچنان خوش مافیا نداری یارت اومده بالا یکیو پوش کرده تو اگه دلیو به دست آوردی باهاتون رأی دادم ما که رأی ندادن دیروز دستو من ناختم امروز صادق میره به ساید ما آقای صالح صادقی شما مافیا که دارید دیسلایک آقای سید رأی مهمه آقای امین صادق امروز خروج امید تو که امروز خروج میکنی تو امروز مداخل اشکال نداره جفتشون شهرونده خودشون معتقد نیستن بینشون جفتشون شهرونده او داره میگه این مافیا این داره میگه این مافیا اصلا ما نمیذارم مداخل سناریو بازپرس ما امید عباسی مافیا هستم تو سناریو بازپرس نمیذارم رای بازپرس بکشی نگاه میفهمی چطور سایت داریم صادق میرفت بیرون میخون شهروند امین میرفت این صادق میخون مافیا امین مینشست داخل بازی اصلا اجازه بهت نمیدم اجازه نمیدم نگاه اجازه نمیدم آقا این رحم صحبت بکنم نه اسی اگه میره به ساید مهدی قائدیه چون مهدی قائدی نه ساره بود داری ها به ساید شما دوتا به ساید شما ما شهروند این میره بخونه مافیا بخوای به سراغمون یه حرفان یا امروز اون نمیفهم یه رأی برابر ما شهروند بیدن نمیفهم این چالش هم همین تو چالش دادم ایسی بعدم صحبت بکنم آقای صالح صادقی آقای کسایی که میگفتن صالح صادقی شهر تحویل بگیرن آقای صالح صادقی تماما میگفت آقای احسان ظاهری مافیای بازی تنها کسی که کاور احسان که شهر حالا احسان و امید با همدیگه سر امین دعوا داشتن امید عباسی تارگت نمیخورده احسان تارگت میخورده آقای امید عباسی قطعی داخل دک مافیا آقای صادق عزتمنا یادشه صالح یعنی سه تاشون شهر بازی آقای صالح صادقی هم یا سوم به همین راحتی ولی نباید کار رو انجام داده امید عباسی اون مطمئن مافیا آقا مگه نمیگفتید احسان آقا یه لحظه کسی دیگه اما نگفته فقط سید بیزداد اینجا هم گفته علی تارگت با کرده درسته خود آقای امین مو تارگت کرد آقای امید مو تارگت کرد آقای احسان مو تارگت کرد آقای سید هیچ کدومش ما نگفته اینا مافیا دیگه هیچ کار همین آقای صالح صادقی مو رئیس دادش آوردن تو دفاعیه باز هم گفته شهروند پس ما قطعی شهروند حالا یه لحظه باز بدون این شهروند و این شهروند بود
دیگه امید عباسی کل دک بسیش که سید موسی بکنه در آقای احسان بکنه در احسان بکنه در خون شهروند شما نخبه آقای امید عباسی بکنه بیرون امروز ساید ما امروز باز میکنید دیگه کمو گفته شهروند آقای مهدی قائدی مگه تو میتونی یه رای به شهروند امروز به آقای امید عباسی باز میگی شهروند مگه میشه چی امروز امید عباسی تک دفاع میخوام تک دفاعش میکنید اش میکنید بیرون بس سید بزاد قربونش میکنه با باکس تو میکنه داشت با باکس تو میشی شهروندی آقای تو شهروندی میشی سری صحبت کنم آقا ما کارت خودم دیدم شهروندیه میفهمم داخل این سه دایره کسایی که ریب صادق بودن خودشون پاسپورت قبول داری خب پاسپورت اونجا ما که کارت خودم دیدم شهرونده یعنی این دو تا یاران بیدن سه تا مافیا داخل باید دیگه خب اون مافیا تو هم مافیا آقا یه لحظه گوش کنید ما کارت خودم دیدم شهرونده پاسپورت هم اومد رای داد اونجا دو تا دیگه مجهول وای مونه سه تا مافیا داخل باید پس دو تا نمیتونه مافیا باشه پس باکس رای گیری اونجا مافیا بیده یه دونه مافیا بیده دو تا مافیا یه رای مدن یا شما دو تا بیده یا شما دو تا بیده یا نمیفهمم یکی شما سه تا دو تا مافیا اون قطعی مافیا شما این سه تا دو تا مافیا تو قطعی مافیا آقای 380 بدیم آقای اسماعیل زنگنه کی تارگت کرده روزی یک آقای علی تراکمه چی خونده شهروند کی تارگت کرده آقای احسان چی خونده شهروند مچلم اینجا شهروند آقای امین حق رسیده شهروندیش صادقان که تارگت کرده رسیده شهروندیش دکی سه نفر به یک درمی پاسپورت آقا نوش جون این سه نفر اگه مافیان اگر این سه نفر مافیان نوش جونشون مگه نمیگی پاسپورت تو کلا سناریو پاسپورت زیر سال بود مگه میو جفت شهروند ببین تو بعد اینجا مافیا داشته یه مافیا بعد از ما تولید کرده آقای صادق زد کنه چطور مسیر به صادق راه خروج میدی صادق خودشون مافیا داره آقا فهمید جفت شهروند مگه میبو به جرمی که بی احترامی کنه به پاسپورت 5 تا شهروند تارگت کرده امروز از بازی خروج اصلا مهم نیست چه کاری بدم خواهش بریم صحبت کن آقا یه لحظه آز داره اینجا مافیا باشه نمیخوام اینجا مافیا ولش کن آقا اینجا مافیا بود باز نمیخوام ولش کنید آقا امروز یه مافیا داریم فقط آقای امید عباسی دیگرو کل دک بسیج که دیگه شهروند خورده مگه میشه اینو تارگت ما دیگرو رای شهروند ندادم آقا ما تارگتش کرد قبول تارگت ما نکرده همین ترک بگو بعد تارگت بعد تارگت ما نکرد دیگه تارگت کرد امین حیاتی باز تارگت ما نکرد پس ما قطعی شهروند امروز تک دفاع فقط امید اصلا نمیخوام این مافیا مهم نیست سعید بیز ما امید عباسی میخوره که مافیا فردا قربونیت میکنه مگه میتونی اعتباری نکنی آقا امروز تک دفاع آقای امید عباسی نمیلو جدی تارگت بکنی نمیلو من اصلا نمیذارم کسی تارگت بزنه به چیز قشنگترین کار ممکن رو انجام داد اون صادق رای چینت اشتباهه خب چرا چون من به صادق رای ندادم این به صادق رای داده پس شما نمیتونید ما ستا رو چین بکنید اگر صادق بیس مافیای تو باشه من این نمیتونیم یاد بشه این از این آقای امین کل روند بازیش فقط یک مافیا داشته بسم الله اونو گردن بگیر چرا پس بین ما داری میذاری این آقای بهزادی چی کار کرده آقای بهزادی اون همون کار خوبه تو رو انجام داده یعنی شما رأی دادید من و شما رأی دادیم به امین اونم رأی داده به امین تو اصلا حق تارگت به اون نداری چون اون مافیاه شما اینو شهروند داشتید که دیگه رأی داد نه دیگه شما اگر مافیا داشتید که باید رأی میدادی شما قطعی شهروندت اینجا بوده دیروز کل روند بازی رو کشتی گفتی آقا شما دوتا شهروندی درسته پس شما باید اینجا رأی میدادید پس نمیتونی اون آقای چیز رو تارگت بکنی چرا تارگت بکنی که بهترین کار ممکن رو انجام داده اومده شهروند تو رو نکشته اگر میشه اینجوری بازی بکنه آقا روند بازی 4 نفر رأی خروج دادن به یه شهروند این آقا حالا این سه تا متفق القول هستن که اون آقا بره بیرون بعد حالا یه چیز جالبتری براتون بگم این آقایی که توی بازپرسی اومده این دوتایی که رأی دادن به شهروند دوتاشون هم رأی دادن به این خب او چونه اون شهروند قطعی اصلا نمیذارن کسی تارگتش بکنه من همینجا و شما 4 تا رو تارگت میکنم صادق بعد صحبت کن تو چالش نباشه بودیم چون چالش داده خود گوش بده تو معتقدی او شهرونده ما یه شهروندی خورده یک یارمه این سعید بیزادی ما یارم میدن با الان میدن چی گوشش بچه دیدن کشته شهروند بچه رای داده امین این رای داده تو فهمیده این شهر چینه کیه ما باید نکنم باید با هم یه بازی بکنم با هم یارمه گادفادر نمیرون درش بکنم چین غیر منطقی پاسپورتی کشته که اگر اینجا مافیا بود کار نداشتن اگه مافیا اینجا بود که این بالا نیاد که
یه لحظه صحبت کنم. چه با این مسخره ایه؟ آروم باشه، شهروند آروم باشه. سه تا موافق داری؟ حالا درسته. چون تو اگه موافق داشتی با میگه اسی اگه اسی شهر آقا اگه واقعا اینطوریه که اسی شهرونده چین مافیا و سعید بهزادی امید عباسی امینه یه آقا این همون نکشته ما نمیخوام تارگت چو کنم اون شهرونده همون نکشته پاسپورت اگه همه امین داره شده پاسپورت نیستی پاسپورت یا اگه پاسپورت نیست که ما میفهمیم پاسپورت داره میگه اون شهرونده ما شهروندم این داره استناد میکنه به پاسپورت گیره میداره استناد این پاسپورت داره میگه شهروند آقا امین امید عباسی سعید بهزادی به نظر ما ما رئیسی نه چالش برام آقا یه لحظه گوش کنید گلی بره ما خیلی سادن چون که ما کارتون شهروندیه اوکی پاسپورت خود ستاره نشستن آقای سعید بهزادی دیروز یک نفر تو خواسته موافقه داشته دیگه یک نفر رای داد به شهروندو به مو که مساوی کنه مو مافیا گوشونه تو مسیر خورده به ایسی زنگنه درسته الان صادق 100 شهرت بیده آقا میخواست صادق من شهروندت بیده دیروز ایسی زنگنه درش نکرده پس چرا مسیر دیگه میخوره آقای صادق خواهش میکنم اگه شهروندی برگرد صادق مافیا بوده 2 تا یار داخل شما 3 نفر داشته 2 تا یار داخل شما 3 نفر داشته الان کیو داره غیر استاندارد بازی میکنه سعید بهزادی که بغل نشسته مگه دیروز با تو رای نداده مگه امید داره غیر استاندارد بازی کنه امید داره همچنان داخل این سایت مافیا صادق مافیا چالش نه بیخود که چالش فقط ما کنم آقا نگاه اصلا بعضی موقع واقعا دارم میگم حیفه این نفس کشیدن این که برادر صحبت مثلا یه نفر داخل سناریو بازپرسه بعد یه نفر رأی بازپرسیش کشته یعنی امتیاز بازپرسی بازی کشته کارش چه میگو شهر بعد صادق عزتمند چه میگو خیلی خوبه صادقی که بلند دایو میگو که ما مافیام این مافیام با کی مافیام یه نفر دیگه هم اسپوردی با امین حیاتی مافیام ما 3 تا مافیام خب اون طرف شما من امین حیاتی مافیا نداری خب این آقای استی چه کرده اومده رای انداخته اینجا که این نره بیرون ساید این مشخص چه؟ نه یه بار نفهمیدم کار درست کرده کار درست نیه که بازپرسی بکشید او تبا چه میگو خودم رای دادم از صادق عزتمند اسی بازپرسی کشته کارش ندارم بیا امید عباسی تو فقط 180 بدن داداش چالش بده امید نه به اینا که بخواستی امروز تو ما امید با هم باکس کنی شوخ گوش میکنی کارت ما که دیگه شو میفهمم خودم شهروندم خب قطعا رو مافیا بده چرا چون که ایسی معتقد بریه که جفت شهروندی خودش از شهروند بود یاره امید کیه نمیخونه با ماسک میان تو سر خود ما 3 تا ما رای داشته صادق میگید پاسپورت داخلش بیا خب ما کارتون شهروندی بی 2 تا اوکی که مافیا نمیدن 2 تا اوکی از شهروند بیان باکس سبد مافیا داخل کسایی بودن که رای به مو دادن صادق مافیا 2 تا یار داشته داخل این سبد نشسته 1 2 3 داخل این سبد مافیا نشسته مگر اینکه مافیا 2 سایدش گرفته حلاله خب الان ما چالش دارم نه صبر کن توهین به شعور تک تکتون جدی دارم باهاتون صحبت میکنم ما تو سناریو بازپرس نفر آخر رای بازپرسی یا خودشون معتقد بیان صادق میگفته امین مافیا امین میگفته صادق مافیا اومده این سناریو بازپرس کنسل کرده یعنی شما واقعا اگه بخوای رای بدید به ما دیگه هیچ ارزشی بر ما نداره بازی اصلا داخل این بازی ذره‌ای به فکر خودتون رجوع نمی‌کنید که داخل آقای صادقی مو یه سوال تو بپرسم دیرو ما رای دادم این بنده خدا این رای داده کی سعید بهزادی رای داده صادق عزتمند رای داده درسته یا نه خب الان این خونده شهروند ما رای به کی بدیم ما رای به کی بدیم امین رای به ما بدیم بک بده نه وایسا صادق عزتمند بعدمون نه یه لحظه بشین آقا یه لحظه شما آروم بگید نگاه کنید داره کنسه احساسی میده دیگه رفته تو حالت احساسات حالا داره چی میکنه نگم این شهرونده نکن این 3-2 میده درسته خب صادق عزتمند ما باید میکشتن دیگه میخونه شهروند باز ما باید تارگت بخورم خب ما اینجا مساوی کردم یه لحظه بگید ما امروز فقط کی رو تارگت میکنم امید عباسی دارم تک دفاعش میکنم که بره بیرون بخونه مافیا امین باز نخواهی تارگت بکنه مگه میشه امین امید عباسی بکنه شهروند آقاش بشینید یه جای بشینید امروز امید عباسی تک چینش کنید داره تارگت سعید بهزادی میکنه تارگت سعید بهزادی میکنه تارگت من میکنه این آدم مگه میشه چی اینجا نشسته بود امروز تک دفاع نه ملو جای تارگت بکنه یلا دیسلایک علیکی نده آقا
فقط آقای امید عباسی میاد تو دفاع، فقط میره فردا ما تک به تک هم عید قاعده قربانی میکنم، هم سعید بهزادی هم مافیای ها ما مافیا رو شو کردم امروز امید عباسی. یه لحظه آقا آروم ببین، این کار میکنید مافیا راحت میبره. بچه الکی هست نه تارگت مهدی بکنه، تارگت کی بکنه؟ آقا صبر کن مهدی، باشه اون مافیا تو رئیس بده بر بیرون، اون کار نداره. مهدی نه شهروند نیست آقا، دیرو 4 نفر رای دیدن، امید با سعید قطعی داخل 4 نفر که رای دادن مافیا. برچه خارج یکی مافیا. الان کی؟ مو مافیا. اشکاله. امید عباسی چی میگه؟ میگه یه پاسپورت اومد توهین. خود پاسپورت داره میگه مو شهرونده. خود پاسپورت داره میگه مو شهرونده و اسی شهرونده. امین امید با سعید بهزادی بچه دیسلایک باید به تو باخت میاری چه؟ سعید پاسپورتی هم ما داده دیسلایک فقط تو میری همون میرم سه تا شما هم مافیا تو هم لج نکن الکی بکن مافیا رای میریم خود با اون سه تایی مرسی دوستان 8 و 4 میاد بالا. اول آقای عزت‌الله صالح شروع می‌کنه. رای صالح 1 2 3 4 رای میاد. سید دوستان سید بهزادی میاد. آقای صالح صالحی، آقای مهدی قائدی، آقای عباسی میاد. آقای امین حیاتی، آقای اسماعیل زنگنر نمیاد. آقای صادق زدبنا آقا یه لحظه صحبت بکنم. سعی موسی ما باید تو باخت میاریم بچه رای ما داریم. تو اگه ما معافی داری باید یه سی یارمونه که ما نکشته رای داده همین برابر رو بیاد. ما کنسل احساسی که باید نکنیم اونجا واسه 4 تا جمله تخریبی بود رای زیر ما. کی ریمونه داره؟ بچه ریمونه داری؟ خب چه وایدی؟ آقا یه همه رای دارم من نمیفهم شاید تو چنین سعید اشتباه کردم، یعنی شاید سعید اشتباه کردم. ما امید و امین مطمئنم امروز به ساید ما هم امید بکنید به ساید ما رسید، به ساید ما به ساید این امید بکنید دو تا مطمئنم مافیا نکس. نه اگه امید مافیا نوش جونش هیچ اشکالی نداره. آقای اسماعیل زنگنر بازی گنزه، 2 نفر بودن تو بازپرسی، جفتشون هم تارگت داشته، یه 180 سه نتیجه رسید جفت شهروند. بعد ما رو آقای امید عباسی دیسلایک میده، آقای امید عباسی رای میکشه زیر ما. حتی گفتم مثلا 2 تا شهروند جنگ کرده بشین سر جاتون، ما مافیا مثلا جنگ شما دنده ندید. نه آقای سید رحیمی، آقای صالح آقا اشاره خارج تر نکن، آقای ایسی خارج از تر نکن. آقای صادق عزت‌بنا امروز میری نمیری امید میره، اشکال نداره، مهم نیست است. فرقی نمیکنه. خب ما این رای دادن که همه تون رای بیدم، این اصلا بازی ذره‌ای برام مهم نیست. واقعا دارم میگم سناریو بازپرس سناریو فقط اسمش بازپرس نیست، سناریو شما هنوز اینقدر نمیفهمید داخل سناریو بازپرس کسی که رای برابر کنه چه که بعد همون تارگت بدن امید عباسی مثلا اینجا چه مثلا یه کیه تارگت نخوره. اصلا همین جدی دارم تا میگم عمدن رای صادق ندادم، عمدن رای مهدی دادم، عمدن رای سید بهزادی دادم، رای سید موسی هم دادم، رای دادم ما میخوای رای مبیدی رای بده، ولی میخوام بهتون بگم گنزه به سناریو بازپرس. یعنی هنوز اینقدر نمیفهمی که داخل مافیا به خدا 3 سال دارید مافیا بازی میکنید، بعد 3 سال مافیا تو سناریو بازپرس یکی مساوی کنه رای بهش بگید شهروند تبا، بعد اون نفر آخر این لیست میدم اومدم بالا با، یعنی همه دستشون کج بیده خوصونن اومدم بالا. مرسی. 3 نفر با هم حمله دارن. اول از آقای صادق زدبنا، رای خروج آقای صادق 1 2 3 4 رای خروج آقای سعید بهزادی 1 2 3 4 رای خروج آقای عباسی 1 2 3 4 رای شب میشه تو 7 نفر بهتر
آیسی همیشه یاد بگیر وقتی که کسی چالش بهت میده بک بدی. این اصول بازی هست. میخواستم رای بهت بدم ولی بازم این صادق شهروند داشتنش اینقدر التماس کرد که روند بازی رو نکشید. این آقای دوست عزیزمون آقای چیز شما معتقد بودی آقای بهزادی مافیاست درسته؟ نه شما معتقد بودی کل روند بازی این بود داشتی به من اشاره خارج از ترم میکردی که آقای بهزادی مافیاست. بعد شما چی؟ اینو بازپرس قبول کردید دیگه قبول نکردی مافیاست. خب پس مافیا من و این که نمیتونیم چین باشیم درسته؟ من و آقای ایسی هم که نمیتونیم چین باشیم. من و آقای ایسی هم که نمیتونیم چین باشیم. این آقای چیز کل روند بازیشو پشتی میخواد یه شهروند رو بیرون بکنه. بعد ما 3 تا شهروندیم. خب شما اشتباه کردید روز اولی اومدید ما رو سوال دادید. این آقای ایسی آقای صادق عزت‌پناه دیروز اصلا دفاعیت دور تاییدم نبود. یعنی باید خودتو میکشتی اینجا اگر من میخوام برم بیرون نذاری ایسی تارگت بخوره. چرا؟ چون کارت شهروندی تو میگه آقای ایسی قطعی شهرونده. همینجا 3 تا تو این آقا مطمئنم مافیایی. یه لحظه بس مو چین مثلا آقای صادق عزت‌پناه چین سوم دارید اصلا نداری با تو که چین دوم با آقای صادق چین با این چین پس ما قطعی شهروند دیگرو باید ری میکشی زیر آقای امید عباسی که بری بیرون. مهدی قائدی وقتی داره باش دیالوگ میکنه نمیفهمه بود. بیا شاتش کنه دیگه نمیتونی با دیگه کار نمیتونی. آقا یعنی امروز دوباره نمیرم نه مگه میشه آقا امید عباسی تارگت دیگه کل آقا مگه ما مافیا داری هیچ کدوم تو دیگه چاره آوردن یه آقا امید عباسی دیگه روند آقا داده آقا همونه آقای سعید آقای این 3 تا چین تمام میدونم امروز امید عباسی تمام گادفادر آقای امیره بشی مخواستم چالش بر گادفادر بشی با گادفادر آقای چا امید اگه شهروندی زمین فوتبال داره والیبال داره یه همه میتونی ادامه بدی. آقای سعید موسی معتقده بریه که هم صادق مافیا هم امید عباسی مافیا. امید عباسی مهدی قائدی سعید موسی رو دادیم به صادق. سعید موسی خودت آقای صالح صادقی و صادق و آقای رای دادید به آقای امید رای مساوی کرد. سعید موسی بچه با مساوی کرد. رای داده دیسلایک نه الان میتونی دروغ بگی چون که دیاراتون هست میتونه تایید کنه آقای صالح. آقای صالح قطعی مافیا، آقای سعید موسی قطعی مافیا، آقای صالح صادقی قطعی مافیا. امروز ایسی بهت یه فرصت ما بتونی دوباره بخور مافیا بشینی بازی بکنیم شرمسار نگی. امروز با رای میدید آقای صادق در صادق یه سوال شهروند میدم چالش صادق با بره امروز. صادق یه سوال دارم از تو 4 تا رای خروج داشته کی میره؟ ما میخوام با کلیمیش بازی بکنم. کلیمیش کی بیده؟ آقای سعید بهزادی بیده. ما بیدم. آقای امین عیاطی بیده. آقای مهدی قائدی بیده. گفتیم چه بکنیم؟ مهدی قائدی بدنیم. اصلا ما گفتم چه بکنیم؟ گفتم خب مهدی قائدی که داره با ما رای میده. اش بکشی اش نمیدار سور بقیه بچه‌ها بیشتر اون دوباره خودم درو کنه. یعنی اصلا شما خیلی واقعا اعجوبه‌اید. جدی دارم بهتون میگم. یعنی اونجا بین این 4 نفر یه شهروندی ما نمیفهمم کدومشون شهرونده. میگم آخه حالا یه چیز دیگه یه کلام آخر میگم تمام بشه. یه چیز دیگه صادق عزت‌پناه 4 تا رای میاره به عنوان شهروند درسته؟ خب داره میره بیرون چه بکنیم چه نکنیم؟ خب یه رای بقیه‌شون برابر کنیم که بخوام بازی بشینه. ما میان سعید نه خیلی داستان شوخه. یکی هر رای بازپرسیش داده صادق هم دیروز با ما رای داده صادق امروز شب نه ایسی شده کرد چی میخواسه به چی میخواسه مهدی الکی بیرش ایسی فکر کن میتونی وارگرد امروز اگه این بازی تر زدی دیگه نمیتونی داخل مافیا بشی. جدی تا میگم ما دلم بر تو میشه دلم بر شهر دلم بر تو داره میشه. سعید امروز آقا این سعید موسی چنه؟ سعید موسی با ما رای داده 1 2 3 4 با ما رای داده صادق بعد دوباره با صادق رای داده امید مساوی کرد. امروز صادق میره فقط ایسی میتونه بگرده. اگه چون صادقی فکتو میفهمه الان نخواه بفهمه چون صادق مافیا بود ایسی شاید الان داخل منجلا بیاد. نه ایسی شهروند میگم ایسی قطعیش تو 3 نفر حال نگاه کن این 2 نفر با هم شهروند بیدن روز یک با هم سایت بیان گفتن آقا آشتی بکنیم 2 نفرشون دیگه رو با صادق خودت صادق مافی داشته رای دادم ایسی به نظرم تو آقا
تو این صادق نکشته دیگه، درسته؟ صادق تو پوزیشن مافیا که نمیاد تو تارگت بکنه. آقای صادقی آقا ما داریم تارگت تو میکنیم، میاد تو جنگ ما، میخواد از کارت شهروندی تو استفاده بکنه. بعد مهدی قاعدی ما قطعی شهروند نکنه دیگه، راه دیگه بیایم مهدی تو سایت خودمون شات کنیم که خودمون میریم زیر فشار. بعد میگی آقا امید مافیا یارش امینه، چه استفاده من موبایل روز یک رفتن زرگری با همین زدم رای ندادم مگی رفتن رای یارون دادن، یعنی اینطوریه زومو. آقا اسی برگرد، الان روز برگشته. آقا امید و امین اگه مافیا نوش جونشون، صادق قطعیه. مگه چون با هم جنگ نبینید چطوری فهمیدیم مافیا؟ ما خودم آشتیتون در خودتون با هم رای دادید. نداده بودی که رأی میکشیدم زیرت. خوب است که حداقل عاقل شدی به لحظات بیفکتی بازی وارد میشه. همتون ساعت 5 ساعت بیفکتی به نظر من بعد از نهار بذارید که بچه‌ها نهار خورده بیان. آقای امین معتقد هست این دوتا شهرونده. خب ما گفتیم چیکار بکنیم؟ من سید صادق با یار هستیم. بابا بذار این شهروندا دعوا نکنن. بلند شدم من صادق اینجا گفتم نه کسی بره تارگت به ایسی بزنه. آقای یارم تو حق نداری به ایسی بگی تو بعد خود تو مینداختی اینجا قربونی میشونی جلو پای ایسی شهرمند. عجیب و غریب هستی استاد. کنسش دادیم خب اینو گردن گرفته. وقتی کنسش دادیم با همین بازی میکردیم رای میدادیم این استاد کنسشو دادیم اون اشتباه کرده بعد ما رای نکشیدیم زیر شهروند بیاد بالا. شما که شو هستی حالا آقای من چی زرگری زدیم تو چرا خودتو انداختی وسط؟ خب نباید مینداختی وسط، اشتباه کردی. الان به عنوان مافیا چون مافیا بلد نیستی تا اینجا ستاتون مگه میشه همه کنسه احساسی و نمیدونم حرفای غیر اخلاقی وقتی که تو داری مثلا صادقی رو میاری خود یعنی چی؟ آقای صادقی دیده که سید موسی یارشه فردا دوباره تارگتش کرد. من سوالش بودم نه آقای سیزنگنا تو با آقای سید با آقای سید یاری چینم کرده. مگه میشه چی؟ داری چی میکنی؟ آقا نه ما امروز باز امید عباسی تارگت میکنم. مگه میشه چی آقا امید عباسی اینجا نشسته با کنسه احساسی بیا اینجا بشینه تک به تک تو کنسه بده. حالا دو تاشو داره میخواد کنسه بده. مگه میشه چی؟ نه شهروند با امید عباسی مافیا بود. نمیشه تارگتش نکنی آقا تا این چه امید عباسی قطعی مافیا امروزش میکنم بیرون دیگه نمیرم جلوی تا رامش کی داری تو؟ آی سیموسا بفرمایید. یاره آقای امین ما دیروز به صادق رای ندادم. ما دیروز به صادق رای ندادم. نه رای گیری که امین داره میگه ما به صادق رای ندادم. ما رای دادم سعید رای دادم به امید عباسی. حالا ما شهروند رای به این ندادم رای دادم اونجا مافیا کجا میده که کنار دست ما شهروند بازی نکنه امید عباسی بازی بره در بعد اون بازی معروف که آهنگ فرستادی قوی ترین بازی ممکنه. امروز امید عباسی میره بیرون یه بازی تمام یه بازی ادامه پیدا میکنه دیگه به همین راحتی. امید ندادم. خب چالش بده. آقا یه لحظه بذارید آقای عزت‌گونه صحبت کنه، گلواژه فرمایش کنه. آقای صادق میگه ساعت 5 ساعت بی فکتیه، ما فکت میاریم تو ساعت بی فکت. سید بهزادی میگه من رای دادم به یارم، رای بازپرسی. تو رای دادی یاره؟ سیموس رای داد به یارش؟ اولین نفر رای داد. شهره؟ نه دیر آوی. خودتون کارتون سرده. آقا حالا گوش بگیرید. بین مهدی قائدی و اسی خواستن یکی شات کنن چون یه شهرونده بودی میدن. بین دو تا خواستن یکی شات. حالا با کی شاتی کردن یا؟ خب قطعی میام مهدی شاتی کنه که فشار بذاره رو ما. اگه اون شات میکنه که خودشون دوباره میرفتن زیر فشار. حالا تو صحبت بکن چالش. چالش میخوام بعد صحبت کنم. ببینید فکت من دوباره میخوام سری فکت براتون. آقای سعید بهزادی تماما مشهر داشت میخواست آشتیمون بده اینجا. تو که دیدی شهروند رای صادق برای چه پشت از شهروند بازی نکردی؟ آفرین. دوم روز قبل آقای امید عباسی و آقای احسان ظاهری دوتاشون داشتن رای میدادن به امین. الان امید برش کرد. بازی تمام بود تاش دیگه نداره. امروز امید عباسی بره در مخم مافیا بازی. نه تو داری با شهروند ما تو چیزی داره میگه تو مافیا. آقا فکت مگه اینجا تو مکانونه که شکلک در میارید من با شکلک باید در میارید. آیا امین گلیا پوچ اون میز آخره برو اونجا بشین گلیا پوچ بازی بکن. اینجا مافیا باید ذهن زیاد کار بکنه. کاملا فکتش درسته. آیه سعید بهزادی روزی فهمید ساله شهروند سیموس رای زیر مو کشید بچه رای نداره. آفرین. درغک یا مش درغک نشازه اینجا. آقا چین یک بسه. ما صحبت بکنم. حالا به قضیه اینه که آقای صادق با امین اومدن داخل دفاعیه. روز یک بازی یه فکت خوب گوش میدید. یه فکت
اومدن داخل دفاعیه. آیا صادق داشته میرفته بیرون 3 تا رای می آورد. اسی چه میکنه؟ رای به امین، رای مساوی کنه. آیا اسی رای ده امین. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ تو خودت شهروند نمیبینی که رای داده او؟ خب ما 3 تا مافیا دیدیم، موی دیدن. این مهدی، منو مهدی صادق، مهدی قائدی هم خب کنسه ندادم. مهدی قائدی شب شاتش زدم لامصب. حالا گوش به ما گیره ای افتاده ما این 180 میدنه ما. داداش گل یا پوچ فقط تو بازی بکن. جدی دارم تا میگم. میتونی رای بدی ما ولی گل یا پوچ فقط تو بازی بکن. آقا آفرین میخوام رای اون بدی. دیالا خارج داریم نکن ساله و آقای ساله و صادق قطعیه بینی ایشا یه دونه بازپرس یه دونه مافیا با خب آقا تو مگه رای بازپرسی نداده به آقای صادق رضا نداده رای داده به صادق رضا یعنی صادق مشکوک داشته درسته حالا ما 4 نفر آقای امین آقای امید آقای مهدی قائدیمون رای داده آقای صادق 4 داره درسته آقای صادق 4 داره حالا فردا آقای مهدی قائد سایت خودمون شات کرده خودمون 3 تا چینمون لو بره خب شما 2 تا با هم درگیر دیگه 2 تا شهروند مگه ما مرض دارم بیام بگم شما مثلا با هم آشتی بکنید دنده میدن آقای اسی درسته تو شهروند یا این شهروندی که 2 تا قطعیه جفت شهروند آقا صادق عزت‌الله امروز میره مرسی هفته با 3 تا میاد دفاع اول از آقای صادقی شروع می‌کنیم رای دفاع آقای صادقی نمیاد آقای عباسی 4 میاد آقای حیاتی آقای زنگنه میاد آقای عزت‌الله میاد آقای سید موسی آقای سعید رای داری؟ نمیاد بفرما آقای عباسی میگو حق رأیشون حق رأی خود نمیخوام بفهمه آقای بازپرس تو سناریو بازپرس کسی که رأی بازپرسی میکشه مافیا آقای بازپرس با شما ما که اومده داخل بازپرسی بعد ملغا نکرده دوباره رأی بازپرسی کشته یا میفهمی؟ بعد مثلا همون میگم بیاده ما 1000 تا فکت براش میارم دارم التماسش میگم آقا این فکتا این رأی بازپرسی کشته او صادق عزت‌پناه مافیان این صادقی مافیان بعد میگم امید بیاده میکنه گفت گلیا پوچ بازی خب ما معذرت میخوام یعنی اینجوری بهت گفتم که فقط رأی بدیم ما برم بیرون بازی تمام ما یعنی جدی دارم بیادبی هم نکردم هیچ کلام بیادبانه نگفتم فقط این صحبت کردم تو سناریو بازپرس های سید وقتی سناریو بازپرس بازی میکنی بر رأی بازپرسیت احترام قائل باش کسی که نفر آخر بازپرسیت رو میکشه شهروند نیست که بگو این 2 تا شهروند دیدن هیچ حرفی هم دیگه باید ندارم یه لحظه صحبت کنم روز یک آقای امید عباسی کل مافیاش وجود میده بین امین حیاتی و احسان زاهدی کی بیرون کرده؟ احسان زاهدی چه خونه؟ شهروند خب کل دکس تارگتمون نکرد امروز جفتشون با ما دیالوگ کردن الان داره میگه ایسی زنگنه یا چنه شهروند ایسی زنگنه مافیا ایسی زنگنه چه کرده؟ کل دک تارگت کرده هیچ کدوم تارگتش نکردن مگه میشه؟ کل دک تو تارگت کرده همه دک تو تارگت هیچ کسی نگفته مافیا حالا کو هفته ایسی زنگنه رو میده بابا امید عباسی شو کرده فقط داره کنسه احساس تو میده فقط داره کنسه من دیگه کی خواستن تک تارگت بیرون کنه با عاطفه مافیا آقای امین گفتن یه فعلا کشینه آقای امید عباسی بره بیرون میرم دیگه چه کردن فقط امید عباسی خواستن تک دفاع کنه چه کردن شما رفته 3 تا آورده تو دفاعیه چه فایده داشته دیگه رو امید عباسی میگیره بیرون میخو مافیا فردا مثل امروز راحت باید امید حیاتی میره بعد سعید بزادی میره تموم نمیشه باید دیگه شهروند تموم نمیشه خب باز امروز نگرشه آقای امید عباسی میکنه بیرون فردا باید ادامه داره داره این خط مطمئن دارتون نمیگم بفرمایید آقای رحمان صحبت بکنم میتونیم آروم باشیم میتونم عکس بدم نه نگید چرا تو دفاعی خودم داخل دفاعی صحبت نگید نه خودم داره اشاره میکنم نه میتونم لایک تو میتونی لایک و دیسلایک بدی خب حالا تو صحبتمون دیسلایک لایک نده آقا گوش میگیرید یه مهدی قائدی شات میده حالا فکر کنید مهدی قائدی نمیخواد شات میخواد کی شات یا با سیموس شات میده قربان بازپرس باید یا با زنگنه شات میده که چین ما 2 تا با یکی 2 تا خب اگه این شات میکنن که خودشون رو زیر فشار بده دقیقاً بله که الان سر ما
اول سو امین بلند گفت ساحل مافیا، سیموسه مافیا، ساحل مافیا. امید تایید کرده، سعید بدهی تایید کرده. فهمیدن نمیتونه کنسه اسی بده، کنسه احساسی بره سراغ اسی، گفته نه حالا اسی چینی یا چون کشته دوباره باید سراغ سیموسه که بازپرسه. باید سیموسه که دیگه گفتن بازپرسه. امید عباسی، امین، سعید. امروز امید اومده بالا. نه بکشید زیر امید بره، فردا ادامه داره. اما امین با سعید اگه یکوزایی نکنه. مرسی. سه نفر با هم همراهی دارند. رای خروج اول از آقای عباسی، رای خروج آقای عباسی. 1 2 3 رای خروج اسماعیل زنگنه. رای خروج ساحل زدپناه. 4 رای. حالا چه؟ نه خب با دلغک‌بازی بازی نکنیم. ما شهروند بیدم. آقای تمومه. تمامه. تو بازپرس بدی؟ نه. شاید گیری ناتوی شد. اگه شد گیر کردی ناتوی شد. میشین عدد در نیار. میشین عدد در شروع بازی سر صحبت آقای زنگیرا بفرمایید. قربون سرتام جدی به زمان لامردی قربون سرتام یه بارفا کرد دیگه داخل باز اشکال نداره صحیح اصلا مشکل نداره اسماعیل زنگینه در میکنید فردا مگه ما همه یار فروختیم دیگه میخوایم ببازیم با هم دیگه آخرا داخل کیاس با هم دیگه دست بدید خیالتون راحت داره دلتون اصلا نبود اسماعیل زنگینه در میکنید تمام بود یعنی الان من مافیا داری؟ ماشاءالله من که قطعی شهروند بازی هستم اصلا مهم نیست ولی به نظر من حتی اگر الان میخواید کیاستون رو چیز نکنید به من رأی بدید چون من قطعی شهروند هستم میخوام یاکوزایی بکنم خود دیشب میکرد دیگه ما شو شده بودیم دیشب واقعا بازیتون رو درک نمی‌کنم مگه میشه ما رأی دادیم من که دارم با مافیا بازی میکنم یارت یار نیست واقعا بازی بلد نیستی یعنی واقعا چون قطعی شهروندتون داشتم اینقدر شهروند داشتم که رأی بازپرسی که دادی گفتم اصلا کارتمو میذارم جلو کیف بکنید چالش نداریم میتونید منو بکنید بیرون اصلا موردی نداره نکست نه ولی شما رو بیرون کنید آقای اسماعیل زنگنه امروز زب میبود زب اسلامی
اول ایلیمان اوید بینیم بعد جلو آقای سالب ارپا رو ببین. آقای اسماعیل زنگنه رفتی علی تراکمه تارگت کرد روز یک خون شهروند، امین خون شهروند، آقای احسان خون شهروند، موها شهروند. تنها کسی که مافیاش داشتی صادق بی رای کیل ندادی به یارت نکشتی، به پاسپورت بی احترامی کردی، کامبکی زدی عین امون زاهد عین امون زاهد. شما یارو دادن همچنان مدل ما مافیا عجیبه. پافشاری که رو اسکی نه پافشاری که رو صادق یارو برای جان. آقا امروز فقط اسی میره، فقط آیه اسماعیل زنگنه. امیدوارم مشکل شده یه جا میخوای حرف خودت زدی میخوای خودت تنهایی بر کل شهر تاثیر بگیری نمیتونی شروع میکنی بیاد دیالوگ تخریبی آقای اسی زنگنه گفت مافیا بحث زندگیه، تو زندگی یه سری چیزا مهمتره بازی. حالا بگذاریم تو روی به امیدم زدی ندام ساله دام کایسی بده بس ولی تو دوستان من اشتباه دوستم میاد بالا. اول از آقای زنگینه رئیس دفاع اسماعیل سره میاد، آقای عباسی، آقای صادقی، آقای سعید بهزادی، آقای سعید موسا، ترک دفاع آقای یه تارگت هم بده. نه دیگه نمیتونه یا کاور تارگت یا دربارم تارگت کاور. نه نگاه کار اسی واقعا کار خوبی بود. انصافا خوب بازی چرخونده ولی خب دیگه بعضی موقع واقعا نیبو خود تنها. خب ما یه سری جا دیگه واقعا آدم اشتباه میکنه دیگه، سر احسان هم اشتباه میکنه ولی خب در کنارش یه مافیایی داریم آیه صادق در میره. ما هم مثل تو رأی دادم صادق آخه توقع نداشتم تو برگرد این کاریش نداشته این شهروند تو شاید تو رفتی تو کیاس باش دست بده سال صادقی مافیا. اوکی ولی الان حرفا رو گوش میکنید، این حرفا بذر فردای من هست. آقای زاری اون روزم بهش گفتم شهروند مافیاها متاسفانه همین هست. یعنی با من خیلی خوب بازی کردم کیف کردم ولی واقعا برای تیمتون متاسف هستم. این همه زحمت کشیدید، این همه کار کردید. دیالوگ من با ایسی یار به یار بوده. دیالوگ روز اولم زدم تو دهنش. دومین کاری که کرده چالش بهم نداده رأی بهش دادم. چالش بهم نداده گفتم چیز کردی رأی بهت میدم. اگر ایسی شهروند بازی باشه که تموم هست اونا اگر مافیا من باشید یارات ضعیفم برو دیگه بازی نکنید مافیا. نه ما که مافیا نیستم ما شهروند. دیگرو مثلا آقا داشتن زرگری میدادن ما چه بود شاید ما یه مافیا کاور کردن رفتن یه مافیا تارگت کردن. حالا یه چی دیگه من تو نگم سال صادقی چجوری یارو منه روز یک ما آورد دفاعیه روز یک ما آورد دفاعیه یارو منه ما یارو منه مافیام تک مافیام درسته باز یکی با همراه ما بیاد دفاعیه ما دو تا بعد من تو 5 نفر دو تا میان یارو واقعا با شو بکنه دیگه ما آقا ما با گادفادر بود دیگه درسته دوستان یادداری نکردیم دوستان یادداری او گادفادر بود ما که شهروندم نوازش کردن آقا باید تموم مشکل نداره ما دارم میگم ما اشتباه کردن یه شاید مافیا کاور کردن مافیا تارگت کردن مثل بای قبلی یه مافیا کاور کردن یه مافیا تارگت کردن مشکلی نداره فقط یه آز دارید که آقا رای ندید ولی مشکل نیست باید تموم نید تموم نید مافیا نیست جونش دیگه بکش مرسی. برای نیاز داریم برای خروج اسی برای خروج اسماعیل ما وصیت میکنم ما برای تیم خیلی جنگیدیم واقعا جنگیدیم یعنی هیچ کار دیگه ما نگفتیم هیچ کار نتونست فکتای ما آنتی فکتش کنه یعنی بیا دیباگش کنه یعنی برای تیم مافیا بیشترین بازی که کردم بهترین بازی که ما خون راضی تموم شد خیلی آخر جنگیدیم آدم بر خودش راضی بود داداش.
فکت شهروندیمو میارم، اگر خواستید رای بدید هم هیچ موردی ندارم. الان فکت شهروندی خودم میارم. روز یک من با رأی همین آقای ایسی اومدم تو دفاعیه. تا اینجاش درسته؟ با رأی آقای ایسی اومدم. به سید گفتم، سید بلند شده کاورم کرده، گفتم سید اگر کارت شهروندی تو کارت شهروندی است، کارت من شهروندیه، پس با ایسی رو کاور بکنیم. درسته؟ تا اینجای بازی. بعد اینقدر این آقای صادق عزت‌پناه رو شهروند بازی داشتم که وقتی که آقای ایسی رأی نداد و نکش کردم شهروند، ولی من موردی ندارم، اشتباه بازی کردم مسیرم رو، ولی حرف بزنید، یعنی فکر نکنید مافیا گرفتید، همین نکس صحبت بکنید ببینید چجوری. ما صحبت بکنم بچه‌ها، یه ذره اگه امکان داره آروم‌تر صحبت بکنم. نگاه دیگه آیه صادقی، بس این که ما اگه مافیا هم رأی داده به مافیا، ما دوست دارم بهش ببازم، هیچ مشکلی نداره. یعنی بازی که مافیا رأی داده به مافیا دوست دارم ببازم. شما دوتا رسیدید کیاس با هم دیگه دست بدید، یاکوزایی هم نداره. صادق عزت‌پناه گادفادر. اوکی؟ چه؟ تو بازپرسی سالم به صادق رای داد. سعید رای داد. صادق رای داد. انصافا. ما بهش رای دادم. آره کنسل. ببینیم فردا ببینیم چی بود. فردا ببینیم چی بگونه. امروز تموم نه. بر چی نیست داری؟ آقا ما مافیا خواست استفاده بکنیم. آقا نوش جونه من تو رو یه 4 دقیقه گشتیم. آقا مافیا نوش جونه. قربون چه شاد اصلا مهم نیست. خب حالا من نمیگیم ما رای بازپرسی نداره. اصلا فرض ما رای بازپرسی داره آقای صادق. ما فردا پایان صادق تارگت کردم با اسی. گفتم اسی تو به بازپرس بی احترامی کرده. صادق مافیا داشته رای کی نداره به صادق. رفتن چه نشوندن کی متارگت کرده آقای صادق. برچه آقای صادق متارگت با آقا بعد اصلا مهم نیست. نوش جون ما مافیا تو مافیا می نوش جونمون دیگه. امروز آقای صالح صادقی از بازی خارج میشه. اوت میشه، اگزییت میشه. با فکت کاملا صحیح. یا راش تارگت کردم یا متارگت کردم. مسیرش روز یک با ما یکی. تموم شد. مرسی. 4 تا بود تو میاد به پایان. اول از آقای صاحبی شروع کنیم. اول از دفاع آقای عباسی. سعید بهزادی. تک دفاع. من شهروند بازی هستم، دلایلم استدلالم آوردم، هیچ جای بازی هم فکر نمی کنم اونقدر خطایی کرده بودم. من وقتی که دارم بازی میکنم بیسم رو میبندم رو شهروندی یا مافیایی یک کسی بازی میکنم. بیسم رو بستم رو شهروندی شهروندی آقای صادق عزت‌پناه. وقتی که آقای چیز رای بهش نداد قطعی شهروند بازی داشتم. خب وقتی که من اینجوری دارم میچینم این شهروند آقا من بسته بودم رو شهروندی آقای صادق عزت‌پناه. وقتی که اون رأی نداد بهش، من رأی بازپرسی گفتی رأی بازپرسی ندادم، نه حواسم نبود، خدمت مبارکت که عرض کنم رأی ندادم. این چیزی که هست حالا بازم میگم اصلا مهم نیست. بعد بازی کردم آقا یه جایی جریان اشتباهی اتفاق افتاده من برمیگردم. حالا شما میتونید صبر کنید تا شاد شب میشینه، میتونید صبر نکنید رای بدید، ولی من شهروند بازی هستم، این اطمینان رو بهتون میدم. مرسی آقای صادقی. دو رای نیاز داره برای خروج آقای صادقی. رای خروج آقای صادقی. خب اگر بازی چیز بود دکتر فقط سید رو به عنوان بازپرس بازی سیو بده، یعنی دیگه حال تنها شانس برد ما این است که چیز رو سیو بدید. حال دیگه بازی بود دیگه، ببخشید من بد بازی کردم، یعنی کاورم اشتباه بود و روند بازیم اشتباه بود، معذرت میخوام. مرسی آقای مافیا. سید کامبک